بدو این ور بازار قرار کافه گردی بکنیم، قرار برگردم به 83 کیلو. کامینگ بک. محض قلیون میده. من آمده ام، وای وای من آمده ام. این قسمت کافه گردی با چوخچی خانوم. ولی اصلا انرژیتون رو از دست ندید بچه، من هنوز رژیمم. نترسید ما همه با هم هستیم. امروزتون رو بذارید روز چیت دی، از فردا دوباره رژیمیم همگی. گز و ماچا رو با هم قاطی میکنن اصفهانی ها انگار. نه مرسی. از اونجایی که من یه اصفهانی هستینا بچه ها، خیلی آرایشم دارکه یا نه؟ ترکیب گز و ماچا خیلی ترند شده اینجور که معلومه. میخوام امتحانش کنم. بهش میگن گاچا. بریم که ببینیم کجا گاچا داره. گاچا داره بچه ها، ولی کافشون خیلی خوشگله. بچه ها خیلی کافشون دارک و قشنگه، به ناخونای من میاد. خب بذارید بریم چیز براتون دارم از دل و جون مایه میذارم. میبینین گاچا دارید شما؟ گاچا گز و ماچا قاطی. مرسی لطف کرد. قرآن انقدرم کانتور نکردم، چرا انقدر این شکلی هم؟ گاچا نداشت. گاچا هم شما دارید؟ گز و ماچا ما میریم تا پیداش کنیم بچه. فکر نکنید من دست برمی دارم اصلا. لا مصیبت ها. چون هست گاچا گز و ماچا قاطیه ندارید نه؟ چوخچی خانم با آرایش دارکش از جلوی دوربین رد میشه، بعد دوباره میاد برش میداره. خیلی من واقعا مدیم. گز و ماچا. مرسی لطف کردید. روز شبتون دیگه من دیگه گشنمه، نمیتونم کجا داره واقعا، ناراحتم. و بالاخره کافه مورد نظر رو پیدا کردم. اینجا گاچا داره. ببین کل شیرینی میرینی و اصلا نوشته بود بیکریه، یعنی فکر کنم خودشون درست میکنن. حالا نمیدونم کجا درست میکنن، من هیچ کدومشونم اسم این کیکا رو بلد نبودم. یه پوان منفی که داره مثلا تو کیش و اینا خیلی یه چیزیش خوبه، قشنگ جلو آیتماش یه کاغذچی گذاشتن گفتن این کیک نمیدونم کجایی است، این کیک چی است. اینجا آدم سردرگم. من هرچی از خانم میپرسیدم یه سری اسمای عجیب غریب میگفت و حفظم نمیشدم اسما رو. خواستم انتخاب کنم دیگه، بهش میگفتم مثلا اینو با اشاره بهش نشون میدادم و همینطور یه دونه از این آیتمایی که نمیدونم اسمش چیه رو انتخاب کردم. ولی همون اول گفتم گاچا تنها رو برامون بیاره که خانمی خودش آورد سروش کرد، یعنی ماچاش توی یه جا جدا بود، اومد سر میز اینجوری خالیش کنه توی این نوشیدنی که توش گز بود و دیگه نمیدونم ترکیب گز و چی که یه اتفاق غیر مترقبه افتاد. ای وای. نه مرسی قربون شما، مرسی ممنون. 100 تومانش. چقدر هم دختر خانم کیوت و جذابه. گفتش مثل ماچا لته نبود چون که گز توشه. گز شیرینی سوغات اصفهانه بچه‌ها، ان شاءالله که خورده باشید، خیلی خوشمزه است. چون گز توش حل شده بود این یه کوچولو سفت بود مثل بستنی تورا. وقتی همش میزدی حس میکردی این گز توشه. وای وقتی خوردم اولش یکم گوز پیچ بودم، نمیدونم چه جوره مزهش، ولی بعدش واندرفولتون مزه گزی میداد که قشنگ توش، چون که کلا گز مزهش یه کوچولو پسته توشه، گلاب توشه، شیرینی داره اینا و ترکیب شده بود با ماچا. خیلی ممنونم، خیلی قشنگ میتونم توصیف کنم براتون مگه نه؟ ولی اصلا شیرینیش زیاد نبود. یه سری نوشیدنیات دیدی شیرینیش میزنه زیر دل، این نه. چون گسی ماچا ترکیب شده بود باهاش، خیلی خوشمزه بود. خیلی گرون، چون قیمتشو در نظر بگیرم صفر. و بهش گفتم یه دونه کیک مفتی بده، ولی خانومی با ادب بود، گفت یه دونه دیگه بیارم. من با شعور باز در بودم گفتم نه، ولی تو دلم این بود که آره، اصلا نباید میپرس میبرد. باید میگفت یه کیک مفتی بیا بخور. سفارش بعدی وای به به. بعدش برگشتم به همون عشق قدیمی و ابدی و ازلی خودم، آیس لته و نمیدونم اینم چیه، زیرش کاکائو بود، کاکائو فندقی توش بود، یه کوچولو این نونش ولی مثلا صفر بود، نمیدونم به اینا چی میگن، یه چیز خاصیه. ها تارت، آفرین تارته. من خیلی تارت دوست ندارم، فهمیدم، بیشتر چیزای نرمولی دوست دارم. اینجای داستان وزن من 69.5 بود تا اینکه یه روزه رفتم یه سفر شیراز، ولاگش هم براتون گذاشتم و برگشتم.
سلام. واقعا این مسخره است. من دیگه عدد 69 رو روی ترازو با چشمای خودم دیدم و سفر یک روزه رفتم و دوباره شدم 72. ای این مسخره است. از فردا میخوام دوباره رویه تخم مرغ پیش بگیرم. بچه 2 روز که تخم مرغ بدون نون میخورم لاغر میشم. حالا تا فردا این عادت کافه رفتنم بهم اضافه شده و میخوایم بریم یه کافه ای که تا حالا نرفتم. Let's go. بچه‌ها بذارید اینو بهتون واقعیت قضیه رو بگم. ببینید انرژیم کم شد. من داشتم از تو پیاده رو میومدم. شما قضاوت کنید همین الان. ببین این پیاده روه. من داشتم از این سمت به سرعت میومدم و اصلا نور نبود. یعنی اول جلفا بود کسایی که اصفهانی هم میدونن اینجا نور نبود. اینجا که بچه ها نشستن روی یخت چی این نیمکت تور. من داشتم با سرعت تمام یه استوری گرفته بودم. داشتم استوری خودم رو میدیدم که آپلودش کنم. یک خانوم با سرعت تمام از این ور داشت میومد. وقت اینم از این ور، مثلا یعنی این از این ور داشت من از این ور داشتم میمدم. اینجا تاریک خورد به من، یعنی من دستم خورد به شونه خانوم و گوشیم پخش زمین شد. من که نگفتم خانوم چرا گوشی منو انداختی، هیچی نگفتم. من خانوم با دعوا و اینجوری مظلوم خودشو کرده بود برای من. اینجوری خانوم من شونم درد میکنه. منو داشت تحقیر میکرد، یه جور تحقیرآمیز با من صحبت میکرد. گفتم خانم ببخشید معذرت میخوام من ندیدمتون. بگانه من شونم درد میکنم. خواست بکنم پول فیزیوتراپیشو از من میگیره. بهش گفتم خانم ببخشید من ندیدم. بعد گفتش نه زدی به شونه من. گفتم عزیزم همونجور که من داشتم میمادم تو داشتی میمادی. تو خوب اگه تو دیدی خوبه نزنی به من. من زدم اشتباه کردم، تو هم داشتی میمادی زدی به من. حالا دیگه من حواسم نبود این بحثی منطقی رو باش بکنم که اگه قانونی بخوای حساب کنی این ور مدارم میام این ور تو باید بیای. اگه از نظر قانونی و منتالی باشه این راستا برای رفتنه، این راستا برای اومدنه. خانم داشت از راستای من میومد آبا شتاب. بگو تو اگه دیدی خود تو میرفتی اون ور. هیچی دیگه فیصله پیدا کرد. گفتیم صلوات بفرست و رفت. پول فیزیوتراپیشو نگرفت از من. آره بچه ها هرچی پلنگه واسه هرچی سنگه واسه یه پای لنگه. میدم هم درد بکنه. حالا که همچین شد میریم یه کافه جدید یه کیک میخورم. فشارم افتاد خانم ترسوندم. کسایی که اصفهانی نیستن میخوام یه توضیح راجع به اصفهان بدم. بچه‌ها اینجا خیابون جلفاست. جلفا دقیقاً مثل فکر کنم تهران مثلا یه جاش هست تئاتر شهره، اونجاش همه مثلا دختر پسرا خیلی تیپ‌های عجیب غریب تری میزنن. اینجا هم برای ما اصفهانی‌ها همینجوره. دخترا با پسرا جینگول‌ترن و اینجوری مد و فشنیان. حالا نبینید یه سری پیر انگار نشستن اینجا، ولی خدا یه سری دختر پسرایی می‌بینی میکاپ و استایلشون خفنه یه حالی که تا حالا تو عمرت ندیدی. بعد خیابون جلفا مخصوص ارامنه اصفهانه. حالا مخصوص که یعنی ارامنه اینجا زندگی میکنن. آدمای عادی هم میتونن بیان ولی خب اکثرشون مثلا نمیدونم منطقه ارامنه نشینه. بافتش خیلی خفنه، کافه های باحال، اینجوری کوله. بچه‌ها فکر کردم این صاحب مغازه است پیدا شده یهو از یه پنجره تور اینجاست. اینا منو اذیت میکنه. بچه‌ها اینجا سیمونه. کافه سیمون خیلی تو اصفهان معروفه. کافه فکر کنم یکم با کلاس و اینجوری پولداری هم هست میشه گفت. من تا حالا به شخصا نیومده بودم سیمون و این قیمتایی که بهتون نشون میدم مال اول مهر 1404. ماشاءالله 2 روز این ور اون ور برید قیمتا عوض میشه. اگه کافه و اینا هم زیاد برید میدونید یه هویی وسطای مهر همه چیز گرون شد. توی کافه ها آیتم همه قیمتا عوض شد، ولی من دارم نسبت به همون روز قیمتا رو مقایسه میکنم. لذت ببرید بچه‌ها، از زندگی آدم باید لذت ببره و شل کن. حالا شل هستید یا نه؟ راست
بچه ها حاجی واشنگتونی میخواد. یقین حاجی از واشنگتن اومده. بچه ها با آهنگ فرانسوی میخوام حاجی واشنگتن رو بخونم. با خودم گفتم الهام جون حالا که اومدی یه کافه جدید بذار یه آیتم جدیدم سفارش بدی و حاجی واشنگتن رو سفارشش دادم. همین که اومد قیافش رو دیدم وقتی میتونم اسمش حاجیه یکم نسبتش بی انگیزه. بچه‌ها خیلی شیرین بود. نه ببخشید شرمنده من نپسندیدم. بستنی زعفرون بعد واقعا کافه سیمون نه که بد باشه، من این آیتمش رو دوست نداشتم و از کافه هایی که میان مثلا یه آیتم سوپرمارکتی رو میذارن روی نوشیدنی خوشم نمیاد. 2 روز دیگه ولاگ 83 کیلو شدم و براتون بکنم آپلود میکنم با همین رویه. اینم سرویس چایشون بود که باقلوا کنارش گذاشته بودن. باقلواش خوشمزه بود. من یه کوچولو خیلی کم خوردم. دستشون درد نکنه. مثلا فضاش ولی شیک بود. اگه یک بخواد مهمون دعوتتون بکنه مثلا یه دیت بخواید باش برید آشنا بشید و ماماسیتایی باشه اینجا خوبه. چه برای هم دیگه چوس کنید اونجا. بچه‌ها خیلی عذاب وجدان دارم. یه پیاده روی کنید. اینجا 12363 تا قدم. امروز جمعه است و کلاس چیزی زبان داشتیم، جبرانی زبان و بچه ها کبابمونشه بشه. وقتی ماشین تو پارکینگ پارک میکنم حتما ازش یه عکسی فیلمی چیزی میگیرم که یادم نره کجا بودم. 1000 بار تا حالا تو پارکینگ گم شدم. یه تصمیم خیلی انتحاری از این بستنی خریدم. نگاه کن مثل شیرازه که مغزدار بود، خوشمزه بود. هی میگفتم بستنی اصفهان اینجوری نیستا. اینجوری تو راه خرید کباب یه بستنی دیدم آخه دست چند نفر بود. پرسیدم ازشون گفتم بستنی رو بخش شما از کجا گرفتید؟ گو از اینجا. من تا حالا ندیده بودم تو اصفهان اینجوری ها رو. خیلی بهش میاد خوشمزه باشه. به آقاییم گفتم و کوچیکترین سایزشو بهم بده. گفت یه سایزه ولی همجور تو پلاستیک بود همجوری بود. واو this is a wonderful. خامشون خیلی خوشمزه تره بستنی سنتی بدون پسته اینا. من سیر شدم دلم کباب نمیخواست. رفتیم عود بگیریم. یه چند وقتی هم هست زدم تو کار بودایی مودایی اینجوری عود برای خودم روشن میکنم مدیتیشن تور. اینا اما این اسپنتورن فکر میکنم. میخوای ازشون راجبش بپرسی؟ کاش دنیا جور بهتری بد بود. نظر کنم به تو نازم به انتخاب خودم. بچه ها نگاه کنید از اینام دارن قلتونکی ها گواشا هم دارن ولی اینا سنگیه. ایناش هم نگاه کنید چقدر خوشگله. بنده عینکه. بچه ها اینجا رو من برای اولین بار پیدا کردم و اصلا تا حالا تو زندگیم نیومده بودم. خیلی قشنگه. تو با میدونه نمیدونم این کجاشه. حالا قشنگ بهتون میگم سر کنید نگاه کن فقط. بعد کلی مغازه اینجوری جینگولکی داری داره. و از این اکسسوریای خوشگه نگاه چقدر نازن. وای از اینام داره. بخش اینا قیمتش چقدره؟ اینام خیلی خوشگله. اینا چقدره اینا؟ 490 نقره. آره اینا جدیدترین مدل مگنتی خیلی قشنگه.
اینا هم که میدون اینه، خیابون حافظ اینوره، این پر از این جور چیز فروشی هست. و همینطور کافه، کل کافه است بچه ها، کل کافی شاپ و اینا هم اینجاست. من خیلی خوشم اومد. اینقدر کباب داره میاد. اینه سفره‌خانه سنتی بالاست، طبقه بالا، تردیشنال. چیا علی؟ گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم یه قهوه یه چیزی بخوریم. کلا کباب کنسل شد، رفتیم یه لته بخوریم. من آدم آرومیم. منم شبا میرم اینور و اونور پیاده روی میکنم تو کوچه و خیابون و نمیدونم اصلا کجاست و اینا. توی کوچه و پس کوچه برای خودم پرسه میزنم که کافه های مختلف رو پیدا بکنیم بریم امتحانش بکنیم. این سری رفته بودم تو کوچه و پس کوچه ها خاقانی، یه خانه سنتی پیدا کردیم، گفتیم بذار بریم ببینیم چه شکلیه. به قول خواننده عزیز مرحوممون که میفرمودن شبا همش به میخونه میرم، من اسیره، یادم نیست. فضا بسیار عرفان و احساسی بود. یه کوچولو قابایی که به در دیوار زده بودن احساس خونه ارواح هم به آدم میداد. منوش تنوعش بیشتر سنتی بود، صنعتی نبود. ما 2 تا چیز سفارش دادیم، من همون لته همیشگی، ولی این سری داغ بود لته. خدایی لاکچریه. اینو بازش میکنی؟ این نیت کن. 2 تا شکلات هم برای دوم. بیدرشو باز کن. بیا تو. اوه 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 اوه. فرق نظر تو دفتش کنید. نه این هم زشته. داغه. یا با دل و جون داره میگیره یا نه؟ واو این از منه. باش گفته بودم بدون فون بکن. واو خوشمزه است. به به چه خوشمزه. نه همین که دارم میگم که دارید میپذید. خسته نباش. سینی چای میز بغلی ما سفارش داده بود و کلی گوشفیل آورده بود و یهو کی مثلا چی بهش میگن از شمع مثلا زیر قوری روشن کرد و قهوه ترکش هم خیلی خوشمزه بود. یکم شیر قهوه‌شا یکم فومش زیاد بود من حس میکنم و انگار شیر قهوه منم با قهوه ترک درست شده بود. بچه‌ها بالاش هم حتی میشه نشست. تازه نگاه کن کوچه بغلیشو نگاه چقدر خفنه. رفتیم از آقایی پرسیدیم گفتیم بالاش چطور میشه نشست و اینا، گفتش که بالاش هنوز راه اندازی نشده. چیز عمومی هم نداره این کلیسا. پشما بچه ما واقعا الان توی محله با کلاس هست کنا این یک کلیساست که بازدید عمومی هم نداره. بچه من تا حالا تو این مناطق اصفهان نیومده بودم. اینجا جلفاس کوچه و خیابون دور و برشه که ارامنه اصیل اینجان. من دارم نفوذ پیدا میکنم. بچه ها سالن زیبایی هم داره. اوه یعنی سالن زیبایی ارامنه است؟ یعنی فقط ارامنه رو اصلاح میکنه. این برگر چیان؟
آره برگرچیان. بچه ها دفعه بعد حتما میام این برگرچیان. اونجام خیلی قشنگ بود. اینجا طالقانیه، دختر پسرای جوون. اینجا مثلا بعض وقتا میان دور دور. اینجا اندرزگوی اسمان، اندرزگوه کشیشم داره. وای من دلم خب برم یخته به گناهام اعتراف کنم. بچه ها برای آقا کشیشه پیتزا آوردن. با پیتزا میخوان دور ازشون چیزش کنن. کافه هم هست، هم هتل هم کافه، هم میتونه اعتراف بدم بکنم. چند شب بعد که رفته بودم پیاده روی ما میدون نقش جهان بکنم، گفتم بذار برم این یه دونه کافه. این کافه خیلی معروفه چون از بالا قشنگ اشراف داره به ویوی نقش جهان. ورودی نفر 100 تومن میگرفتن، ولی یه نوشیدنی یا یه سری آیتمای مشخص کرده بودن تو منوشون که قیمت جلوش نبود. میتونستی مفتی اونا رو برداری. به جا ورودی دیگه تو اون نوشیدنی یا آیتم رو انتخابش میکردی. یه سری آیتما جلوش قیمت داشت که قیمتش ارزون تر بود، مثلا نوشته 50 تومن. ولی اگه بخوای دوباره یه آیتم دیگه سفارش بدی به علاوه 100 میشه. یعنی مثلا اونا که قیمت نداره میشه 100 تومن، اونا که 50 جلوش میشه 150. فهمیدی چی گفتم؟ آره به خانواده‌ام بودن اون سن میزو رزرو کرده بودن برای تولد. برای باباشون داشتن تولد میگرفتن با همچین بیویی. خیلی با کلاس بودن. ما یه آمریکانو سفارش دادیم و همینطور فرنی و شیره. فرنی اگه نخوردی فکر کنم یه دسر اصفهانی باشه، حالا مطمئن نیستم دسر کجاییه، ولی خود فرنی با آرد و اینا درست میشه، کنارش هم شیره میریزن که شیرینش بکنه. اینجوری قاطیش میکنن میخورن، خیلی خوشمزه است. آهنگ تریاک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بچه‌ها امتیاز من به این کافه واقعا بالا بود. خیلی دوستش داشتم. هم لوکیشنش خیلی خوبه، دسترسی و ایناش هم خیلی خوشگله. ویوش هم خیلی خوشگل بود. Repeat after me. ویو. چند روز بعد رفتیم یه کافه مدی از این پاستا بخوریم که خودشون درست میکنن اینا، ولی جا نشستن هم نداره. دمش آدم مدیا جمع میشن دور هم دیگه و با هم دیگه معاشرت میکنن که ما انقدر دیر وقت رفته بودیم هیچ آدم مدی نبود، خودمون تنها نشسته بود. و بعدش رفتیم همون کافه‌ای که بهتون گفتم، شب نشونتون دادم، اینجوری 2 طبقه‌ای بود، قشنگ بود. دیزاین کافش منو یاد فیلمای خوناشامی مینداخت که انگار منم یه خوناشاما یه چیز خاصی میگن یه اسم خیلی مدی دارن، جنگ‌های سگانه. من بدم نمی اومد اگه خوناشامی بودم اینجوری. یه فیلمی هم بود، سریاله 5 تا قسمت 3 تا قسمت، خیلی وقت پیش دیده بودم. من از اینا نیستم که بچه‌ها دیگه همه چیز سریالا رو یادم بمونه. همون روز لذتشو بردم و الان فراموشش کردم. ولی خوناشام بودن که گرگ میشدن. یه دختره بود خیلی خوشگل بود، پسرم خیلی خوشگل بود. وای چی بودن، پسر حامله کرده بود دختر رو. آی دوران نوجوانی دلمون خواست گرگینه خوناشام یه چیز مدی اسمش هست، دلم خواست از اونها باشم. رفتم سرچ کردم فهمیدم ومپایر. دوران جوانی و جهالت بچه ها اینا رو تو 1000 تا پوشه قایم میکردیم ما تا بتونیم ببینیم و یه جوری میشستیم پشت کامپیوتر. اولا کامپیوتر که روشن میکردیم ویندوز XP داشت، بعد انقدر صدا میکرد که همه میفهمیدن ما نشستیم پا کامپیوتر. و یه جوری هم آدم رو صندلی میشست که اگه در باز شد خیلی دید به مانیتور نباشه، خدای نکرده همون لحظه یه صحنه ای نشون بده. خیلی حال میداد چون پنهانی بود، بیشتر باحال بود. این کافه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته. تو این استا پستاشون رو دیدم که از این کیک باکس ها دارن و خیلی براش تبلیغ میکنن. برای این کیک باکسی هاشو میگن خیلی خوشمزه است و واندرفوله با از این حرفا. بعد تو حتی یه پستاش میگفتش اولین کافه‌ایه که تو جلفا بوده. هیچ اینجوری میگفت جزو اولیناست، نه اولین کجای بوده. بعد گفتم بذار بیام امتحان کنم ببینم چه شکلیه، چه جوریه، جوش چطوره با اینا. کافهش خیلی کوچولوئه. ببین من تو هیچ کافه انقدر تنوع کیک و اینا ندیدم.
آدم بیاد اینجا یه 2 روز بیاد اینجا چاق میشه 100%. منوش منویه که من واقعا میپسندم، چون که من دوست دارم منوی کافه متنوع باشه. 99% همون آیس لته یا لته داغ خودم رو سفارش میدم، ولی اینکه بدونم چیزای متنوعی داره حال میارتم. این کیک باکسیاتون کدومو معرفی میکنم؟ چون که خیلی زیاد بود تنوعش، من گوسپیس شده بودم، نمیدونستم کدومو میخوام سفارش بدم. از خود خانومی که پرسیدم بهم گفتش چون که الان پاییزه، چون بچه اول پاییز بود، راستی بهتون بگم قیمتاش هم تغییر کرده. من منو رو نشونتون دادم و قیمتاش خیلی بیشتر شده. گفتم خودت پیشنهاد بده. گفتش چون که پاییزه به نظر من توت فرنگی داره تموم میشه، کیک باکس توت فرنگی و پسته که شرمنده. گفتم نه شما بفرمایید برید، من یکم دیگه فکر کنم. انتخاب شما انتخاب خوبی نبود. خودم فکر کردم ببینم کدومو میخوام. من به نظرم استوایی. حتی خیلی انتخاب سخته واقعا. همه کیکاشون به نظر خوشمزه میرسه. شاید واقعیت هم خوشمزه باشه. بچه از موقعی که سفارشمون رو گرفته تا الان 2 ثانیه هم نگذاشته. من پشیمونم از انتخابم. من دلم ماچالت نمیخواد. بچه یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم. الان میگم این دفتر رو میبینید؟ واقعیتش اینه که من یه تصمیم جدید گرفتم. ویکی آخر یا میراستم مسترسی. سفارش بنده حقیر لته پسته بود که این پستش بچه کرم پسته بود. ته اونجا خیلی حالا برگردم نیازی نیست این کالری رو وارد لتم بکنم. لته پسته خیلی چیز خاصی نبود، همون لته ساده به نظرم بهتره. و کیک باکس استوایی با میوه های استوایی بچه واقعا واندرفولت الشدیدت الحدیدت الودیدت السدیدت الشدیدت القدیدت. دارم اینجور دیگه ببین چقدر بگم. قهوه‌شم بدون اغراق بهترین قهوه‌ای که تا حالا تو کافه خوردم از اینجاست. ولی لته سادش، من لته پسته‌ایشو حالا دفعه دیگه انتخاب دیگه نکردم. هر سری بعدش رفتم همون لته ساده‌شونو خوردم. تازه سفارش دیگه‌مون کاپوچینو بود. اونم خیلی خوشمزه. وای واقعا دلم قهوه میخواد الان. خداحافظ کیکای خوشمزه. چون اینقدر دلم خرید میخواد. انشالله به امید خدا میخوام چند وقت دیگه پولامو جمع کنم بریم قشم. خرید حسابی. پس پیجو فالو بکنید. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید یه قلب آبی بذارید. لیتس گو. و باز هم سینما و صندلی‌های خالی. بچه ها ما اومدیم یه فیلم ببینیم. لیپا. این دستبندم دختر خواهرم درست کرده. بچه ها نگاه چه خوشگله. آخه فیلمش در مورد زندگی این پسر بچه است. پسر بچه مال سیستان بلوچستانیه که حتی کارگردان کارم سیستان بلوچستانی بود. بزمچه کوچه سگ خیلی شبیه همه. بفرما گران از خانم شانه یعنی پدر پسر بودن. خیلی قیافشون شبیه هم بود به نظرم. و اینکه ببین بد نبود، معلوم بود یکم چند تا ستاد دور هم جمع شده بودن مفهوم کارو برسونن. خیلی فیلم برداری عجیب و حرفه‌ای نداشت. چیزی که از اینجا ندوزیدی برای این کارم باید اجازه میگرفتی. بچه ها ما دوباره اومدیم. این ساندویچی فروشیه خوشمزه بود اون سری. این سری دلم هات داگ میخواست. تو فیلم هم هی داشتن فیلم میدیدن، خود فیلم بعدش هی ساندویچ میخوردن. هوس ساندویچ کردیم اومدیم ساندویچ بخوریم. و اینکه من که همش داشتم گریه میکردم. حالا نمیدونم چون که یکم حال روحیم چمچمال بود گریه کردم، ولی قشنگ بود. از 1 تا 10 ممکنه یه سری بازم این فیلم رو دوست نداشته باشن. من خودم چون که فیلمی بود که داشت اشاره میکرد به فرهنگ یه قوم، نمیدونم لهجه توش داشت از
مثلا از دل فرهنگ اونا اومده بود. داشت یه سری مشکلات رو میگفت و اینا رو من دوست داشتم، خوشم اومد. بازیگراشم خدایی خوب بودن. چه بچه ها که هومن برقنورد لحجه‌شو خوب در نیاورده بود، ولی هومن برقنوردم یه گریم ترسناک کرده بود، خفن بود. من خوشم اومد. بهش نمره مثلا 8 میدم. یکم روند فیلم کند پیش میرفت ولی دوستش داشتم در کل. اوی خدا بچه‌ها یه گربه اینجا هست انقدر تمیز و قشنگه که خدا میدونه. نگاش کن. ای الهی زبون تو. بچه‌ها میخواد در براش باز کنه. وای رفت. آب تو ریختم خانم گربه ای. پیشی پیش پیش پیش. وای من که میترسم. بیا بخور. من میترسم. بچه ها دوستشون دارم و من میترسم ازشون. شرمندتونم که انقدر بهتون میگفتم به صورت مدی لقمه بردارید و کوچیک باشه. خیلی آروم آروم بخورید غذاتونو. روم سیاس. این کافه پتانسیل پاتوق شدن خدایی داره. دنجه بین بازارهای میدون نقش جهانه. خیلی همچین ماماسیتایی و گوگولیه. چند تا دخترم اومده بودن دوستشون رو سورپرایز کردن، تولد براش گرفته بودن. کسایی هم که اونجا کار میکردن انقدر فرندلی بودن. ریپیت افتر می فرندلی. آخرش هم بچه‌ها اینو نمیخواستم بهتون بگم و فیلمم اصلا نگرفتم، ولی کارتمون رو یادمون رفته بود ببریم و یه مصیبتی خورده بودیم برای انتقال وجه. اما انقدر تعارف میکردم گفتن نه بفرمایید. من 3 ساعت ویدیو گرفته بودم دیگه، آبروم داشت میرفت. گفتم حالا میگن خانم دوربین به دست هیچی هم پول ندارن. صدایی پنجره روم خدا، صدایی که توی بادش لب زد، علی نیست ولی نوت یک صدا. شماره 341. مرسی لطف کرد. بچه ها من مدام از این بستنی ها بگیرم. نگاه چه صفی هم داره، صف شلوغی. به دم خیابون حافظ. از این بستنی ها گلاب براتون عین پیفه ولی مارشملویی یا قیاسا مستقصی. خیلی من چند وقت دلم بستنی مارشملویی میخواد، تا حالا امتحان نکردم. بفرمایید. مزه مارشملو میده، مزه قلیون میده. خوشمزه است. من قبلا نادم و پشیمونم، قلیون میکشیدم. خیلی هم دوست دارم، همین الان هم دوست دارم ولی نمیکشم. اسم مغازشون هم دوباره کافه است. وی حالا که دیگه هر چی رسید دستش خورد، بیایید اون کبابی که قولشو بهتون داده بودم بریم کباب بخوریم. بچه اینجا یه رستورانه که من تا حالا بازم اینجا هم نیومده بودن. دفعه اولمه میام اینجا. این قشنگ شقه های گوشت پشت ویترینشون بود و همونجا داشتن جلوی چشت کبابش میکردن. خیلی خوش بسید. یه دست کباب 250 تومن. به خدا دیگه کافه نمیصرفه آدم بره، همون بره رستوران بیشتر میصرفه. نه که من خسیس باشم نه اصلا. هنوز به اون مرحله نرسیدم بگم 1 کیلو گوشت میریم میخریم تو خونه کباب میکنیم میام بیرون. مخصوصا تازگی خیلی منوهاشون ببین هرچی قیمت حالا تو این ویدیو دیدی و فراموش کن، همشون رفتن بالاتر. بچه ها وان در فول واقعا چسبید، با نون سنگکم بود. خیلی خوشمزه. خاک بسارم لیوان ماگم و جا گذاشتم. بچه ها به ماگم رسیدم. ماگم داشت شهید میشد در راه کباب. چیزه اینقدر میچسبه. چای یا قهوه درست میکنم میام تو زمستون خیلی میچسبه. چای یا قهوه درست میکنم بعد پیاده رویم یا وسطش میخورم.
و یه چیز دیگه هم پاس. ها بچه ها چی شده که استنلیه چیه؟ ماگ استنلی اینقدر ترند شده؟ چطور شده که اینجور شده؟ مثلا کسی خاصی استفاده ازش کرده که اینقدر مشهور شده؟ برند کیه؟ اگه ممکنه من راهنمایی کنین و اگه خیلی مودیه منم بخرم. پول که چرکه کف دست منو میشناسید. بچه ها ولی قبول دارید کباب موش خوشمزه تر خودشه. آیه خاطرم خواستم بگم من نندونه خدا رحمت کردم، یه سلامات برای شادی روحش بفرستین. آخه وقتی بچه بودیم بو کباب می اومدم میگفت نه اینا که چیزی نپختن که یخته دنبه ریختن رو آتیش فقط بو میاد. اینجوری میکرد که ما دلمون یعنی نخواد، ولی ما دلمون بخواست. همین ننجون شمشیری هم میگم ما که با شنل افتاده بود تو که با شنل و شمشیر افتاده بود تو خواب دنبالم، زودم رفت خدا رحمتش کنه.